بعد که دوشنبه اومدم اینجا شرایط سوس بودن اینجا اومدیم که سال 2018 همین رایان فرق میکنم کار دادم. یک جای خورد شخصی بود که اصلا شرایطش سازمان ما کار فعالیت خود ما پیش میبردیم. مرکز بانوان مقصد همه زمانویه، همه شرایطش مهیوه هم. سمینارهایی که پیشنهاد کردیم ما پیشنهاد چی به حد برام در ما چی رسوندن، فایده کلام رسوندن که ما مثلا نه تنها مثلا صاحب بودیم، ما طرز رایحه نویسی را یاد گرفتیم. بعد همه خیلی آهسته سمینارها را اشتراک کردیم، فعال شدیم، غمخواری و دستگیری های پیشروی میدن و دستگیری میوسایی که به حد ما دستگیری خوب کردی صاحب تجهیزات زمانوی گردیم. ماتریالی که ما می‌دوزیم تکمش جای تکمان پیتلیش برای مشکل بود. پریس برای اتکوی پریس میکن برای ما نبود، صفتی کار ما پس بود. ما زمین تشکیلات تیندیپی ما را دستگیری کردیم، مصاحبه خیلی تجهیزات زمان نوشتیم. ما دخترانی دوردستی کوهستان از آن خوشحال هستیم که چنین کورس‌های کوتاه مدت گشوده شده است و ما یک کسب خوب را از خود می‌نماییم. تشکر زیاد و مینه‌داری خود را از نام خود و از نام کل دخترانی که این کورس کوتاه مدت را تحصیل نمودند مینه‌داری خود را به معلم تذکره می‌رسانیم که وقتی قیمت خود را دریغ نداشته ما را آموزانیدند. نیت‌های خوب داریم که با چند دخترکوی هستن که از پیشنهاد کردن که ما صد هم در کورس‌ها بیاییم اشتراک کنیم و شماره خانه کارگران ما زیاد کنیم و صفت کار ما حالا خوبتر و بیشتر کنیم که استحصالات ما در سودای جهانی بگیریم.